در سالهای اخیر نقش زنان افغان در زراعت به عنوان یکی از بخش‌های مهم و سرگذار در معیشت خانواده‌ها و اقتصاد محلی مطرح بوده است. زنان به ویژه در مناطق روستایی با وجود چالش‌های فراوان نقش چشمگیر در تولید محصولات زراعتی و گردآوری محصولات داشتند. بررسی نقش زنان در زراعت، شناخت فرصت‌ها و چالش‌ها و همچنین توجه به نیازهای آنان می‌تواند زمینه‌ساز توانمندسازی زنان، تقویت امنیت غذایی و توسعه پایدار در کشور گردد. سلام و وقت شما بخیر. عایشه نیازی هستم. در این برنامه نکات روی همین موضوعات و روشن ساختن نقش، مشکلات و چشمانداز آینده زنان افغان در زراعت را به بحث میگیرم. و مهمانم در این برنامه خانم ممتاز یوسفزی، رئیس اتحادیه حمایت از زنان زراعت پیش است. سلام و وقت شما بخیر. خوش آمدین به برنامه. سلام و مجدد خدمت شما، خدمت تمام همکاران تکنیکی شما و تمام بیننده‌ای که ما را تماشا میکنن. سلامت باشین خانم یوسفزی. اگر در برنامه با این پرسش آغاز بکنیم که نقش زنان افغان در بخش زراعت را چگونه ارزیابی میکنید؟ زنان یک ستون پنهان در زراعت هستند که از کشت تا برداشت تا اقتصاد و اقتصاد خانواده رول بسیار مهم اساسی دارند. دقیقاً. بدون شک که افغانستان یک کشور زراعتی است. اگر ما توجه به این داشته باشیم، بیشترین خانم‌ها در بخش‌های زراعتی اینا رول بسیار مهم اساسی را بازی میکنن. زمانی که ما به روستا بریم، واقع معلوم است که در روستاها زراعت بیشتر رول داره و تمام کشتکار ما در روستاها هستند که خانم‌ها در مزرعه‌های خود یا مزرعه‌ای که در چهار اطرافشان هستند، اینا میرن بسیار به راحتی کار و فعالیت دارن که در بخش برداشت محصولات از ابتدای شروع تا آخر که اینا محصولات نگهداری میکنن و پروسس میکنن و به بازارها عرضه میکنن. از روستا، زراعت چه اهمیت در زندگی زنان و ویژه در روستاها داره؟ چقدر میتونه نقش مهم را در زندگیشان ایفا بکنه؟ زراعت در نقش مهم در روستا و این مانا زیاد رول داره که خانمایی که در روستا زندگی میکنن همشان دیگه کدام کار فعالیت های دیگه نیست در اونجا که مثلا خانمایی که در روستایی هستن برن و اونو کارا اینا کار کنن و برای خود نفقه پیدا کنن. معلوم است که خانمایی که در روستا هستن زیادترشان در بخش زراعتی فعالیت میکنن و مناطق هست که از لحاظ در زراعت میتونن که تعصبات وجود نداره در منطقه که مثلا چرا اینا زراعت میکنن، اینا فعالیتشان امی هسته و زیادترشان در بخش مالداری کار میکنن، در بخش مرغداری کار میکنن، در بخش سبزیجات کار میکنن، در بخش زعفران کار میکنن. خانم‌ها و رولشان بسیار مهم است به خاطر که بیشترین فعالیت‌ها را خانم‌ها انجام میدن و مردا هستن که از اینا خریداری کرده و به بازار و فروش میرسن. بسیار خوب. خانم ممتاز، شما وقتی گفتین در روستاها چقدر امکانات برشان مهیا است تا اینکه خانمایی که زراعت پیشه هستند و در بخش زراعت فعالیت دارند بتونن از اون سهولت‌ها استفاده بکنن و چقدر کمک و همکاری از طرف اونجاها برشان صورت میگیره؟ گذشته که البته گذشته ما یک آب و هوای بسیار خوب مناسب داشتیم و تغییر اقلیم نبود و بعد از اینکه تغییرات اقلیم آمده یعنی زراعت کاهش یافته. مثلا اگر ما گذشته میگفتیم که زراعت در افغانستان تقریبا 80% کشور زراعتی است، اما ما حالی به این ارقام گفته نمیتونیم. زراعت طرف کاهش آمده، طرف پایین آمده. زیادتر زمینای زراعتی آبادی شده، مثلا سیستم آب رسانی کمتر است، کشت کار کمتر شده، امکانات کمتر است و در ضمن از نهادهای بین‌المللی که مثلا اینا آمدن بدون شک کمک کردن، اما کمک هایشان پراکنده بوده. کمک هایی نبودن که به شکل حمایتی و دوامدار بوده باشه. کمک هایی بوده، کمک های کوتاه مدت بوده و یک در ضمن دیگه نهادهای بین‌المللی تفکیک نشده که مثلا کدام خانمی که در زراعت سکتور زراعت کار میکنه باید است که اینا حمایت ها برشان صورت بگیره. البته حمایت هاشان از پول نقد گرفته تا گرم، به خاطر از اینکه خانمایی که در روستا هستن، خانمایی که در قرى و قصبات هستن، زیادتر از اینا از سواد بهره‌مند نیستن. اینا باید است که آموزش‌های تکنیکی و آموزش‌های فنی و عرفی را عملی برشان باید داده شود. به خاطر از اینکه عالم اگر ما نظر اندازی کنیم،
زراعت افغانستان زراعت 50 سال قبل است. یعنی ما پیشرفت نکردیم در قسمت زراعت، آگاهی کلی نداریم و ضمناً اینمی محصولات زراعتی که مثلا تولید میشه، شما شاید در بازارات ببینین که محصولات ما بسیار زیادترش بی کیفیت است، زیادترش مثلا پروسس بسته‌بندی خوب را ما نداریم، زیادتر محصولات ما خراب میشه، مثلا از لحاظ ادویجات ما مشکلات داریم و برای خود دیاقین که مثلا میرن از دکانای ادویه فروشی دوایی که اینا خریداری میکنن، دوایشان فقط اونا نمیفهمن که مثلا اگر اونا مثلا سواد که داشته باشن بخوانن شاید که مشکلشان زیادتر حل شود. اما موضوع بیسوادی یک موضوع هست و موضوع بی‌اعتمادی دیگر طرف است که ما کسایی نداریم که اشخاص افرادی که در بازارها محصولات بر محصولات ادویجات وارد میکنن ادویجات با کیفیت باشه که دیاقین از او استفاده خوب بکنن. اما برعکس ما بعض دیاقین که شما میبینین محصولاتش نگهداری نمیشه، محصولات پیش از پخته شدن مثلا سیب براتون مثال میتم از درخت ها مفته، مثلا بعض درخت های دیگه ما بعض نهال دیگه ما مرض میکنه، برای از مرض دی دوای خوب مناسب ما نداریم و بهترین این است که سکتور زراعتی باید است که اگر نهادهای بین‌المللی به خصوص دولت برای این سکتور اول در قدم اول آموزش ها باید برشان در نظر گرفته شود، کمک هایشان کمک های کوتاه مدت نباشه، طویل مدت باشه. شاید که ما بعد از این با مشکلات بیش از حد مواجه شویم، از لحاظ تغییر اقلیم خشکسالی بیش از حد شود، زراعت ما شاید در رکود قرار بگیره، باید از پیش باید برای ما تدابیر اینا باید داشته باشه. سلامت باشین. در رابطه به می موضوعی که شما صحبت کردین و گفتین در بخش‌های مختلف زنان کار میکنن و تجارت را پیش میبرن، بیشترین آمار را که شما دارین و بیشترین آماری که هست خانم‌ها وقتی کار میکنن و عاید خوب هم ازش دارن و بیشتر توجه شده در اون قسمت کدام بخش است؟ در بخش زراعت که خانم‌ها کار میکنن بیشتر در داخل خود شهر یعنی کابل است یا در ولایات؟ اگر توجهی صورت گرفته کدام نکات است که بیشتر بولد شده و همیشه برش اشاره میشه؟ اگر ما یک ارقام را دقیق دادن نمیتونیم به خاطر از که بعد از تحولات سیاسی بیشترین کسایی که در بخشای زراعتی کار میکردن، در پروسس کار میکردن، کشور ترک کردن. یعنی ما بعد از تحولات سیاسی ارقام را ما در دسترس خود نداریم و ما تا جایی که دیدیم ما با ولایت‌های هم فعالیت داریم، ما در ولایت خود یک نماینده داریم که در سکتورهای زراعتی کار میکنن. زیادتر کسایی که شما خودتان شاهد می هستین که ما همیال در وقتی هستیم که باید شاهد برف و بارانای بسیار زیاد می بودیم، اما اینی هم یک خوشسالی هسته که زیادتر کسا از این دست گرفته از کار بار خود چون عاید خوب برشان نداشته و زیادتر مشکلی که در افغانستان این هسته که ما همیشه مشکلات در نظر نمیگیریم و روی رفته چیزی که باید از مشکل باشه نهادهای بین‌المللی باید به او توجه کنن که مثلا امروز در کشور که ما هستیم نیاز به چی دارن. سکتور زراعت خو بعد از تحولات سیاسی شما خودتان شاهد می هستین که تمام اداراتی که خانم‌ها، البته مرکز برتان میگم، خانمایی که کار میکردن، استاد بودن، معلم بودن، کارمند بودن، اجیر بودن، همشان بیکار شدن. اینا رو آوردن به یگانه سکتور که فعالیت داره و اجازه فعالیت داره، همین سکتور تجارتی هست. اینا آمدن به طرف تجارت که ما یک کسب کار کوچک و متوسط باید ما آغاز کنیم که حداقل زیادتر از اینا سرپرست در خانه خود نداشتن، نانآور نداشتن. اما نهادهای بین‌المللی کمک را که برشان کرد قبلا که بود کمک های بسیار بیش از حد بود که میتونست که یک خانم در یک حالت یک متشبث کوچک بسازه. اما گرندایی که حال از طرف نهادهای بین‌المللی داده میشه بسیار اندک بسیار محدود کم است که و هم برای کسایی هست که در مرکز کار میکنن. زیادتر کسایی که در مرکز کار میکنن در بخشای پروسس ترشی باب است، مثلا مربا، تولید مرباست، تولید گوشت مرغ است، در بخش لبنیات کار میکنن، ماست و شیر یا را تولید میکنن در بازارهای مرکزی مثل کابل یا دیگه ولایتایی که مثلا ایرات است، ولایتایی که ما که به حساب نفوس زیادتر داشته باشه در بازارهای اینا به فروش میرسانه. اما باز میا به شکل ندارن، استاندارد خوب نیستن به خاطر از اینکه
امو تولید را که اینا که میدارن و تولیدی که میکنن، مشکلشان هی است که زیادتر از اینا سردخانه ندارن، در دستشان سردخانه قرار نداره. که مثلا من نهادایی که مثلا میان چیزی که بسیار مهم است او را باید در اولیت برشان در نظر بگیره که سردخانه ها باید ایجاد شود که اینا مواد که پروسس میشه باید در سردخانه نگهداری شود. و در ضمن دیگه زیادتر از اینا اگه فروش نمیکنن، شما میفهمین که امروز ما در یک شرایط قرار داریم که برای خانم‌ها اصلا بازار وجود نداره. مثلا ما تولید داریم، بازار نداریم. اگر نمایشگاه هایی که برگزار میشه، زیادتر در اون نمایشگاه مردا اجازه داخل آمدن در مرجع که خانم‌ها، مرکز خانم‌ها که میان محصولات خود به فروش میرسن، در نمایش میمانه، مردا اجازه نداره. امروز در افغانستان زیادتر اقتصاد و زیادتر پول و پیسه در جیب مردا هسته، بناهن زنها باز نمیتونن که فروشات داشته باشن. یک مشکل و چالششان هست. و در ضمن از که ما تولیدی که داریم قراردادها را مردا با زنها نمی داشته باشن، بس به خاطر از که یک جامعه سنتی، یک جامعه فرهنگی هستیم که وقتی که یک تغییر قدرت و یک مشکل بر زنها پیش میشه، از دیگه طرف، از طرف مردم ما چالش ها بر زنها پیش میاد که شما با خانم‌ها باید از قرارداد نداشته باشین، به خاطر از که در از طرف دولت کدام مشکل براتون جور میشه. بنابراین زنها قراردادهایشان بالکل محدود شده، قراردادهای محصولات زراعتی رو ندارن، بازار در مارکت ها بازار برشان وجود نداره و گرندایی که باید از که اینا داشته باشن از طرف نهادهای بین المللی به شکل خوبتر برشان در دستشان نیست. دیگه مشکلات دیشان زمینشان، زیادترشان زمین در دستش ندارن. زمین های زراعتی هست که دیگه هست که اینا میرن به شکل مزد کار میکنن و همچون مشکلاتی که چالش هاییست که همیشه باش همیشه اینا در ایره من نمیگم که مثلا در حکومت امارات اسلامی همچون این مشکلات پیش آمده، از گذشته این مشکلات در افغانستان بوده و همیشه ما با این مشکلات ها زنها همیشه دست پنجه نرم کرده، از بیشترین تلاش زحمت خانم‌ها داشته در هر بخش اقتصادی، در بخش تولیدی، در بخش زراعتی، در بخش صنایع دستی. یعنی خانم‌ها بیش از حد تلاش میکنن، زحمت میکشن، اما مزدشان نه تجار بسیار قوی بودن که مثلا بیشترین سرمایه‌دار بوده باشن و نه فرصت‌های برشان وجود داشته که اینا برن محصولات خود به فروش برسن یا به بیرون از کشورها برن صادرات بسیار کلان و بزرگ داشته باشن. این فرصت‌ها برشان داده نشده. یعنی در کل فرصت‌هایی که برشان برابر میشه خیلی کم است و دسترسی کامل نداره. خانم ممتاز، اگر در این رابطه هم بگوین راهکارهایی که برای توانمندسازی زنان باید مد نظر گرفته شود و در بخش زراعت پیشنهاد میکنید، از نظر شما چی است که باید کدام راهکارها در نظر بگیرند و تقویت شود در بخش زراعت زنان؟ ما پیش از این براتون گفتم که زنها دسترسی مالی کمتر دارن، ندارن زیادترشان. اگر ما در روستا بریم، چون که سکتور زراعتی کار ما زیادتر با خانم‌های روستایی هست. زمانی که ما رفتیم از شدید بازی که داشتیم، این خانم‌ها استقلالیت مادی ندارن، زیاد امکانات مالی را زیاد ندارن و در ضمن اینا به شکل کار میکنن که مزد میگیرن. فقط امو روزانه چیزی که هست از آل خو یک سلسله مشکلات هایی که پیش آمده، حتی پول نقد برشان داده نمیشه، در بدل کارشان هم محصول داده میشه که محصول برشان و یا با خود محصول بسیار به پول ناچیز پس میبرن در بازار مفروشن. با ولایت ها و روستا که ما بریم ببینیم، اونا هم روز بازار هم ندارن. با یک روز بازار برشان تایش یک جمعه بازار دارن، یک دوشنبه بازار دارن که در قریه میرن توسط مردا ای به فروش میرسه. یعنی خانم‌ها اجازه از این هم ندارن که مثلا محصول خود برن در بازارهای محلی خود که اونجا بسیار تعداد مردم زیادتر میباشه، برن اونجا به فروش برسانه. یا حمایت‌های بیش از حد ضرورت داره. حمایتشون این است که خانمایی که در هر سکتور، من تنها سکتور زراعت نمیم که تنها به سکتور زراعت بویم، چون که امروز مشکلاتی که در افغانستان هست، قسمی که براتون اشاره کردم که یگانه سکتوری که خانم‌ها میتونن که در فعالیت داشته باشن همین سکتورهای اقتصادی هست، تجارتی هست.
در این عرصه باید است که اول خود دولت، دوم نهادهای بین المللی که خانم‌ها را از یاد باید نبرن. در این قسمت اینا را باید بیش از حد حمایت کنن. یکی بحث است که ما میگیم بحث حمایت مالی. اگر حمایت مالی نباشه باید از حمایت های معنایی باید برایشان صورت بگیره. مثلا با خانم‌ها دید و بازدید صورت بگیره که با کدام مشکلات، مثلا وزارت زراعت آبیاری هست که اصلا وزیر صاحب با خانم‌ها نمیبینه، دید و بازدید نداره، اما ایران خوب میفهمن که مثلا زراعت یک سکتوری هست که خانم‌ها بیش از حد درش فعال هستن، فعالیت میکنن. و چطور میتونن که ما پیام رسانی به چی شکل کنیم وقتی که مستقیما با مسئول مربوطه هم کلام نشی هم صحبت نشی، نمیتونی که تو مشکلات را او بدانه و بر تو راه حل مثبت برات پیدا کنه. یا بعضی سکتورهای دیگه که هسته کسایی که در رهبریت قرار دارن با خانم‌ها دید و بازدید نمیکنن، فقط اونا یکی را به یک وسیله یک نفر گزارش بده. من تا جایی که دیدم در مدت 4 سال که میبینم از وزارت صنعت تجارت گرفته تا هر جایی که مسئول هستن گزارش برای وزیر صاحبا، برای مقامات بلند رو گزارشات و راپورات بسیار غلط میرسه که مثلا ما طالب درست است بدون شک که از طرف امارات اسلامی برای خانم‌ها اجازه کار فعالیت داده شده، اما قسم داده شده که اینا پیشرفت نکردن. این اگر ما طرف ارقام بریم که فیصدی در نظر بگیریم که چقدر خانم پیشرفت کرده، من براتون که 10% هم خانم‌ها در مدت 4 سال پیشرفت نداشتن. پیشرفت هم نداشتن، بازار ملی و بین المللی را نداشتن در دستشان. در ضمن دیگه محصولات افغانی ما بیشترین محصولات افغانی بسیار خوب را ما داریم که در تمام کشورها بدیلش نیست، از بخصوص از میوه‌جات خشک ما تا میوه تازه ما، چون که زیادترش محصولات زراعتی ما محصولات ارگانیک است، محصولات هست که دیگر کشورها ارگانیک زیادتر تولید نمیکنن، اما ما هم ارگانیک تولید داریم و هم محصولات ما محصولات بسیار تازه هست که اما فعلا ما برش مارکت نداریم. اگر نمایشگاهی مثلا بیرونی برگزار شود و خانم‌ها به خصوص نقش خانم‌ها باید اونجا بیشتر باید باشه، خانم‌ها در نمایشگاه بیرونی اشتراک کنن، محصولاتی که خودشان کشت میکنن و تهیه میکنن، پروسس میکنن، ایره باید به نمایش قرار بدن. شما اگر ما یک بار چشم اندازی کنیم به سکتور قالین، شما برین در سر سکتور قالین بیشترینشان خانم‌ها هستن که بهترین قالین تولید میکنن. ما در بخش مالداری خود میبینیم که خانم‌ها هستن که در پروسس شیر و لبنیات مسکه ما افغانستان بهترین مسکه هست که کلاً نباتی و بسیار تازه گرفته میشه، اما پروسس خوب نداریم. نهادهای بین المللی در قسمت پروسس لبنیات باید است که خانم‌ها را باید حمایت کنند که محصولاتشان خوب پروسس شود و نگهداری شود و بیرون از افغانستان صادر شود. خانم ممتاز، شما در رابطه با برگزاری نمایشگاه ها هم یاد کردین. برگزاری نمایشگاه ها چقدر میتونه در بخش ای که خانم‌ها بتونه محصولاتشون به نمایش بگذارن و بازار خوب برای محصولاتشون پیدا بکنن چی تأثیری داره و چقدر میتونن از طریق می برگزاری نمایشگاه ها چی در سطح کشور باشه چی خارج از کشور اینا را بتونه حمایت مالی بکنه و بتونه بازار خوب به محصولاتشون داشته باشه؟ اولین چیزی که بسیار در نمایشگاه مهم از محصول که تولید میشه، اولین مارکت نمایشگاه است که نمایشگاه باید برگزار شود. نمایشگاه بسیار مؤثر و مفید است برای سکتورهای تولیدی. در قدم اول خود نمایشگاه که برگزار میشه مسئول شناخته میشه، یکی اما شرکتی که تولیدش میکنه او شخص شناخته میشه و در ضمن ازی کسایی که بیرون از افغانستان است، البته دوستای بین المللی ما، نهادهای دولتی یا غیر دولتی زمانی که میاین از این نمایشگاه دیدن میکنن، شرکت با شرکت ها آشنایی پیدا میکنه، با محصولات افغانی آشنایی پیدا میکنه، با کسایی که در رأسش هستن آشنایی پیدا میکنه و در اینجا بی تو بی بین
شرکت ها صورت میگیره. مثلا شرکت هایی که هر شرکتی که میان یک منسجم میشن، یک جای میشن و یکی دیگر را میشناسن، بین خود اون بی تو بی میکنن، مثلا تجارت ها را به یکی دیگه معرفی میکنن، از یکی دیگه خریداری میکنن، از با یک دیگه قرارداد میکنن. یعنی بسیار بسیار مهم است که این نمایشگاه باید همیشه دوامدار باشه و محصولات باید شناخته شود. محصولات کسایی که بیرون از افغانستان هست، تجارایی که بیرون از افغانستان هستن، اونا باید دعوت شوند، مثلا از این محصولات افغانی باید دیدن کنن، ازشان خریداری شود، قراردادها بینشان صورت بگیره، صادرات افغانستان باید بیشتر و بیشتر شود. خانم ممتاز، اگر در رابطه به امی موضوع هم صحبت بکنید، تقویت زراعت زنان چه تاثیری بر اقتصاد محلی و همچنان اقتصاد خانوادهشان داشته میتونه و چقدر مهم است برشان؟ اینا تولیدات را که خانما به خصوص در روستا اینا امو معیشت خانوادگی خود اینا از امی زراعت خود به دست میارن. خوشبختانه که یگانه کشوری که در 4 فصل است همین افغانستان هستن که ما 4 فصل داریم. اینا در 3 فصل چون که زیادتر روستا و کسایی که مثلا در سکتور زراعت کار میکنن زیادترشان از دستشان گینوسا نیستن، اما اینا امو 3 فصل که در کار مصروف می باشن، پروسس میکنن، کشت میکنن، تولید دارن. این زمان در اینمی زمان اینا امو قسم درآمد خود عیار میسازن که تا 1 سال از اینمی محصول استفاده میکنن، به فروش میرسن و اولاد خود، فامیل خود از امی حمایت میکنن و در قسمت اقتصاد خانم‌ها زیاد نقش داره. در قسمت از اینکه زایات، مثلا خانمایی که در زراعت کار میکنه اینا توجه به این که میکنن که زایات باید زیاد نشوه، حتی از زایات خود اینا استفاده میکنن. فرض مثال زیادتر پیازایی که است که به فروش میرسانن، یک مثال براتون میتونم. مثالش است که پیاز اینا کشت میکن، همه پیاز یکسان نمی باشه. اونو پیاز که میفهمن که اینی مارکت نداره، فروش در بازارها فروش نمیشه، او را اینا به خشک تبدیل میکن، نمیگذارن که ضایع شود. اما طور در بخش بانجارنومی این چیزایی هست که روزمره همگی باید استفاده کنن. در مودهی همگی استفاده میشه و در دیگ چیزی که بسیار ضروری و نیاز است پیاز هم هست و بانجانمی هم هست که خانم‌ها امیر نمیخواین که ضایع شود. و در قسمت میوجات ما همچو در میوجات هم اینا همون میوهی که فرسوده میشه یا از درختان مفته یا نمیفهمه که برای اینا مارکت نیست یا پس باید به مربا تبدیل میکنه. از سبزیجات مختلف اینا ترشی تبدیل میکنه، به ترشی تبدیل میکنه. در نظر به سیزن و وقتی رو به فروش میرسنه. مثلا در وقت زمستان ترکاری کمتر میشه، در ماه رمضان نیاز زیادتر برای ترشی باشه، اینی وقت باز اینا میره به مارکت ها میارن و مفروشن و معیشت خانواده خود ازی پوره میکنن. خانم ممتاز، اگر در این مورد هم یک چشماندازی داشته باشیم، نقش آموزش و مهارت در آینده زراعت زنان چی تاثیر داره؟ یعنی چقدر میتونه رول اساسی را در زندگیشان بازی بکنه که مهارت های بیشتر را یاد بگیرن؟ قسمی که در اول براتون اشاره کردم که در افغانستان ما هنوزم در رسم و عنعنات زراعتی 50 سال پیش میریم. یعنی زراعت ما مدرن نشده و زراعت کسی که در سکتور زراعتی کار میکنه، البته دهقان براتون میگم که در امو کسی که تولید کننده هست دهقان هست، بخصوص طبقه اوناست. برای از اینا باید است که آموزش ها در نظر گرفته شود. آموزش های یعنی عملی باید است که اینا آموزش ببینن به خاطر مدرن ساختن زراعت شد. از وسایل تکنولوژی، از وسایل که کار آسانتر ساخته و مدرنتر ساخته باید وسایل درشان در نظر گرفته شود. در قسمت بازارها برشان توجه جدی باید صورت بگیره. در قسمت پروسس سنترهای بسیار خوب و مجهز که اینا محصولات خود بسیار به شکل خوبتر پروسس کنن به فروش برسن.
ما شما در افغانستان هستیم، در بازارها مارکت های خود که میبینیم تمام تولیدات ما بسیار بیارزش در سرکا و در مارکت ها هست. باید است که پروسس بسیار خوب در نظر برشان آموزش داده شود، امکانات بسیار خوب برشان در نظر بگیره، پروسس مواد غذایی، مواد زراعتی ما باید از پروسس بسیار خوب شود و در سردخانه ها باید نگهداری شود. البته برای خانمایی که در مناطق سدسیر هستند برشان گرین هاوس ها در نظر گرفته شود به خاطر بهبود زراعت ما. گرین هاوس های در نظر گرفته شود که اینا زمستان هم تولید داشته باشند، تولیدی که نیاز بازار باشه او را باید از اینا کشت کنن. و در پالی ازی امی کسایی که در روستاها هستند در بخشای زراعت مالداری کار میکنن، یعنی در بخش پروسس لبنیات شیر کار میکنن، شیرای از یا تمامش جمع آوری شوه، اینا با پول بسیار کمتر زحمت بیشتر میکشن اما پول بسیار کمتر ارزانتر به فروش میرسنن. تمام شیرا جمع آوری شود در یک مکان، پروسس سنترهای بسیار بزرگ ساخته شود و محصولاتشون به فروش برسه. سلامت باشین بانو ممتاز. اگر به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم که پیام شما و پیشنهاد شما به مسئولین و حامی نهادهای زراعت پیشه در افغانستان به خانمات چی هست؟ چی پیامی را به اونا میخواین برسانید؟ ما پیام برای خانمایی که در سکتور زراعت کار میکنه، اول خو پیام برای کسایی که در رؤسای دولت هستن، کسایی که مقامات هستن، اینا باید از حمایت خود در قسمت خانم‌ها در بخش زراعت حمایتشان بیش از حد باید صورت بگیره. خانم‌ها را فراموش نکنن، اذیت نبرن. و بعدش پیام برای نهادهای بین‌المللی هست که بدون شک که به افغانستان آمدن کار میکنن اما کمک‌هایشان پراگنده باید نباشه، کمک‌های کوتاه مدت نباشه، کمک‌های طویل مدت باشه که اینا بتونن که سر پای خود استاد شوند. و در ضمن ازی برای کسایی که در سکتور زراعتی کار میکنن، البته خانمایی که در سکتور کار میکنن، اینا باید است که مشکلاتی که پیش میاد یا فعلا ما در شرایطی که هستیم که تغییر اقلیم است، ها و هوا خوبتر نیست، مثلا خشکسالی بیش از حد است، اینا یا ناامید نشوند، یعنی اینی زراعت باید کاهش ندن، یعنی بازم به کار خود اینا ادامه بدن و کشت کار خود بیشتر بسازن، به خاطر حداقل ما بتونیم که امو تولیدی که در افغانستان داریم او را دست ما نره و ما احتیاج و کشورهای دیگر نشیم که بر ما واردات به کشور باشه، ما از خودکفا باشیم. بازگذاری میکنم از شما خانم ممتاز که در برنامه حضور پیدا کردین. ممنون شما. از این هم بود برنامه نکاس که تقدیم حضور شما کردیم. تا تقدیم نمودن برنامه بعد همه شما را به الله سبحان امانت می‌سپارم.